مهمانی ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی بر کوچه سیر دریا آشی پلو و بیا بر کوچه سیر دریا آشی پلو و بیا آشی پلو مزه دار روغنچه ها جزه دار آشی پلو مزه دار روغنچه ها جزه دار لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان حسیب‌های عزیزی خوشمزه و خوردنی حسیب‌های عزیزی خوشمزه و خوردنی از نواری عزیزان قابل شوند رفیقان از نواری عزیزان قابل شوند رفیقان رافیل‌های کبین یک بار خودت رفته بین رافیل‌های کبین یک بار خودت رفته بین رحمت به کل دوستان شریکان و مخلصان رحمت به کل دوستان شریکان و مخلصان ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی بر کوچه سیر دریا آشی پلو و بیا بر کوچه سیر دریا آشی پلو و بیا دوستان عزیز و ارجمند این نفس تازه از آنی که گفته اگر پرسیدنی باشد از آنی من دوستان چون امروز هلال الدین و علاءالدین امروز شرکت ندارند و ما حرکت میکنیم که عزیزان دل و دیده شمایان عزیز را امروز باز هم خرسند یعنی که تعب نازک شما رو خوش گردانده باشیم. خب عزیزان پیش از همه میخواستم سلام و درودی اهل اشتراکچیان برنامه گپ را به همه شما رسانیده باشیم و گفتنی هستم که این فرصت تلویزیون آزیا HD و آژانسی تنتنه بهر شما برنامه هجوی گپ را طریق تلویزیون آزیا تقدیم می‌دارم و درباره همکاران می‌خواستم این ساعت گفته باشم چون گفتیم ما در طرفخانه قهوه‌خانه زیتون حضور داریم البته شمایان عزیز می‌دانید و طعام‌های بالذات اروپایی و ملی گفتن من فایدهش نه 30 نمودی طعام گفتن من فایدهش نه البته خودتون می‌دانید آشی پلاو با روغن و حتی برنجی دلخواستی شما پخته تیار کرده می‌دهند. خب یک مرتبه بیایید شنیدن کی بود مانند دیدن. همکار دیگری برنامه ما دوستان عزیز و ارجمند استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو نواربرداران کسبی با صفت اعلی از تمام نمودهای تکنیکی زمانوی استفاده برده توی مرکه‌های شما رو باز هم خاطرمان می‌سازند. مراجعت از شما البته کار بودکنی از استودیو عزیزان. خوشنگ لیبل صدا پرداز ما ظفر جان در یک لحظه معمای شما رو بابت صدا عموما یگان پرابلم شما اگر صدا خطی شده ماند حتما با ظفر جان مرحمت مراجعت نمایید. همکار دیگری ما دوستان عزیز و ارجمند همین در بالای دسترخوان امروزه ما ایستاده است مال و محصولات های گوشتی از شرکت عزیزی. باور کنید در تمام آیله ها در تمام دسترخوان ها میبینم که این مال و محصولاتی عزیزی را آنها با لذت بودنش را میدونند و شیرین بودنش را میدونند. بنابراین گمان میکنم که عزیزان دل و دیدم فایده ندارد من گفتنم که در تمام قلمروی جمهوری تاجیکستان در نقطه های فروش فروخته می شود. شما البته آمده خریداری کنید و یک بارک چشید دوستان یک بار چشید باوری دارم که شما از نقطه فروشی مال و محصولات گوشتی عزیزی دوربه نمیروید. خب همکار دیگری ما این شرکتی درو تریزه های اکاپن اگر شما به خانه خود درو تریزه انتخاب کردنی باشید حتما اکاپن روید این انتخابی درستی شماست. خب رسیدیم تا به لحظه ای که امروزه شرکت داران برنامه امروزه را به شما معرفی کرده باشیم. از آن طرف دوستی عزیزی ما شریف جان نشستن. خوش آمدید دوستان خوش آمدید. مظفر جان در پهلویشان اینا هر دو از لایحه استند اپ یک قرصک میزنید. شاعری برنامه ما محکمی بحریدین چون هر وقته با کاستومی بسیار استروگی خودشون در یک طرف نشستگی از ناحیه جبار رسولوف بهادر جان خوش آمدید دوستان.
در طرف چپ به دل نزدیک نازیم جان رحیموف یک قرصک و عبدالخلیل از دهه آدمانش بسیار هم زنده دل و دوستان مبارز جان نیز امروز مهمان ما است. مهمان این کس شرکت کننده دائمی برنامه هجوی گپ. مبارز جان یک قرصک میزنیم. باری نخست دوستان عزیز و ارجمند از نبودن هلال‌الدین استفاده برده ما یک مهمانی را دعوت کردیم. این نفر استاد دایره دستی زبردست اکراموف عبدالولی اکا. خوش آمدید دوستان. خوش آمدید. و دوستی عزیز و ارجمند ما اشتراکچی دائمی عالم جان واحدوف. خوش آمدید دوستان. خوش آمدید. و در اول چطوری که خودتون میدونید ما در اول کمتر یک شوخی بازی اسکی بازی میکنیم همتون نمی. خب بهادر جان امروز شما گپ زنید چی کنی؟ ما حاضر یک چیز به حیوان شده شدیم. این حاضر قفایی وای به گاوزده ایستادگی بودید علاءالدین و هلال‌الدین نیست نامده است و باقی ملی و غورچین داست گفتید می؟ غورچین سازیان هلال‌الدین غورچین ساز علاءالدین نمک داشت ساز. خوردنش هست کی؟ اینها هر دو جدا نشونده دادن. اینها دوگانی کو یک گپ بود کو حسن دلش در کنه حسین هم دلش در میکنه دیگه کو همون با ایمان علاءالدین راستی گپ یک اگر من خطا نکنم 7 منوت پیشتر هلال‌الدین تولد شدگی بنابراین خیلی دوگانه گویم خطا نمیکنیم چه خب اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی اینترنت سنالیستا میگویم همه یک جا دعوت کردین گفتن که میبخشتن همین مسئله نفقاتون به یک گپای هیچ گپای همون رازمیر اندازه نفقاتون ما معین کردن نتونیم چون کنیم موضوع باز زمانه دیسوستون نرخونه و بالا رفتوس اگر ما کمتر معین کنیم که کمتر باشد خفه میشتون شما میخواد جنگا برفتون میتون چیکار کنیم که می اندازش جوای کنیم احتمالاً وهایم خواهی اگر اعضای بدن کتی حساب کنیم و دابه ضرب زنیم میگفت است حالا که گپتون ناز بیتون نمیخوام میکنیم اکا جان شما کجاتون حساب کنیم گفت و آدم قدش بالا بود است قدم حساب کنیم تو است قدش حساب کنیم دابه ضرب زنیم نفقه شما معلوم شما چی پاچکه ما حساب کنیم تو افتیان سیمشون خیلی پاچکه حساب کنیم سیمشون کجاتون حساب کنیم گفت لیلا کم گفت است نه انیق وای کنید اندازه همون وای میشه گفت لیلا کم حساب کنم در همون سانتی متر گفت لیلا کم تو این نوگاش کنی گفت افغانستان گفت درباره جنگ بزرگی وطنی گفتید و دو تا آشنا اکو صحبت کرده ایستاده مثلا یک تا سوال دیم کجا دکو شما خدمت حربی نرفتگی من رفتگی کجا و سیبیر نه قندهار ابو داوری آدمای کلان سال اکو داوری حربی خدمت گاوزده ایستادیان گفتیان که حاضرم من خدمت کنم میتونم در کار باشد گفت چه خدمت کنم میتونم نمیتونم من گفت من دستتان دا автомат های 10 تا دشمن آمداز چا میکنی گفت تا 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 افتاد این دستی چپم 20 تا آمداز تا 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 این طرف آمداز همیشه کدان گفت ابولا ورتلوتو که آمداز گفت گوش کن آشنا یک تا من می خدمت هستم و هم خونش به آمده گیم اول خونش بیاد روش کمک پماده بود است زنش جنجال کرد است چورود پماده گفت هم آدم دخترم گفت است که شما روتامو تونش کی کسبیت که میکرد بیگادیتون و گام نمیزنیم اگه یک تا پمادو گام زوزیم دوستان عزیز تماشاگران گرامی بسیاریاتون در شهرها یعنی که زیر رولیک ویدیویی ما مینویسید که ناصر رحیموف دعوت کنید ما امروز جیگربندشون دعوت کردیم نازیم جان یک تا نوشش شنویم میخوای گاب میخوای شب نشینی بسو هر ماه میخوای گاب میخودینو یک تا لطیفی هر گاب میگفت است سانی یک روز میخوای با گپ شده سو یک تا من بیام نباتیتون یک تا نباتیتون گفت سانی خیلی یک با گوچی گفت بوده است نبوده است یک تا شالیچی بس گفت گفت است این ما هر دفعه میشنویم نه مدت شد تو نگو گفت با نبانده همه خودش و کسو این ماه شده است یک ماه پس با گپ شده سو میخوای با وای آدم گفت است که یک تا نباتیتون گفت هم مایلش گفت یک تا نکنی گوچی نباشد گفت بوده است نبوده است یک تا کریس بس گفت او من این نو بس کو گفت شالی میکشت است حاضر میگن که رکلام قوه حرکت دهنده استحصالات میگن مغازه های هم حاضر همین عادت کردن گید مغازه تکنیکی روزگار به یک تا زنگ رفتم چنگکشک میخرم گفت من همین چنگکشک گیرید این سوپر چنگکشکین این هوپاس که چنگ میکشد همه خیلی زنگ گرفته رفت سو پگاش تلفن کردم مغازه با الان مغازه تکنیکی روزگار تینجی میگفت الو
ها گاب زنید گفت این دیل ما شما تکنیک خریدم گفت پلیساس ها گفت هوای هایکو گفت آواستون گندم ساز گفت حتی ریما در لینگ چنده الو مرامات مبارجات شنویم درباره کلانسالا گپ زدیتونو نبیره میخزه دو اكون نبیره کودکا کنجکاو میشن کو میبیاد میگه بابا همین چوب سکلی سحر کتی صبح صادق خروس اینقدر خسته داد میزنه جیغ میزنه گفت بابای گردو شو رو نگاه میکنند بچه‌ام آخه مرغا خواب بوده این گپا گفته میگرده میگه همین بایو کامبغل راستی گپ همتون نگاه کنید اگر نیست میگونه خاطر هست بای هم هست کامبغل هم هست دو تا همسایه بود سیاسش کامبغل تاش بای سهار که خسته لوی دارش مونت که خواهم میوزه کشی استاد کامبغل اون طرف اکا افتاس وقت سگی علبه تون سیات مرغی ماکیانی من خورد گفت بای گپاش گپ کو باستا مونیت کتاز اما لباش کج باشدم بچه بای گپ زنده بایو کامبغل گفته دو یک آدم نزدی فال بین بر رفته سو کامبغل بود استه گفته است که اکنون من فال بینه چی من تا که کامبغل میستم اکنون گفت دیده سو گفته است که ها شما تا 50 سالگیتون کامبغل میمونه گفت ها دوامش چی گفت سانی عادت میکنه گفت دو تا شوفیر گاوسوس ها تینجی می خطابت خیره گفت ای کارمندای گایبه من زیق میشنده چی تینجی میگه گفت فقط چیزی نشدی کای نشدی یک بار چیزی خوردی میگفته میگفت Eteş korkuyorum geyi ve dost azekte zanık dostu seriyor. Kani o pravotonu tiçi gut. این پدرکشی گیت هیچ کی نمیتیم. در کارمندان گیی گفتن که افسانه اژدها ماشین حرکت به افسردگی بوده است. گیی داشته یا با فروید نزدم بام در کف کنید چی گفته است. این خودی کاری شده که برای این اخکار کنم. کوهستانی مسجد فاتحه خانه رفسادیان یک تا رئیسی کارخانه شافی رو گلاونی بوغالتیره کن رئیسا فقط گلاونی بوغالتیره گفته میگرد کو اشتر رفسادیانو یک کوچکی ماید یک بیان کی سحر هیچ کی نیو یک تا بوز شاخش تیلایی شافیر هم تو فرمده این بوز نیابیچنی رئیس نبینید گفت بوز سیتا خوشتونه گابزنی تون شما سیکاس یک تایی خوشه گابزنی تون فته اخراس اینا توبه کردم این گفت رئیس راستی گفت من این چیزا این کارا 8 صبح یابر میشد من خوشم میگم رئیس منم میبخشید یکم من میگم دبی با یک تا من مغازین شود پول شود کیسم چون گم شد است وای شوفیر گم شد است بوغالترم توی کراسنودار با یک تا فرما کلام شود همو دامادام یابر اومدم من سخن کنم چون گم شد است نابتی رئیس بیاد رئیس روز دوشنبه هر روز کار گفته است اما میگه کی کپی رئیس گاب دیا زیرا یک تا زنک بچه‌ش نو دیتا یک ساله که بازی که روان که سالی بالاتر که گفت است که دیدی تو خیلی ناقص نبین خامری میخزی بازی میکنی خامری بازی میکنی با یگانش میخوری با خامری گنده تو نکی ویزیات گفت آنجا بالان که آوازات خونه شش کنیش نه امروز روزی عادی هم حق ما گفت داداش ترندی ناو یک تا بگوهی روز که زنه که کار نمیده گاب نمیده یگان گپی نیافتنش داداش ترندی ناو زیاد ترندی ناو گفت زنک باید که توفلیش رنگی ماشینش که یخیلا باشد همین خیلی بود از ترندی ناو گفت تو با توفلی سفید کجا میخریم گفت توفلی سفید چی بود گفت مشروط که رنگش میخفت زنک سهر خسته سو گفته است که داداش این خیلی نکنید شما خیلی فربشت بر افسردید لااقل برآمده دعوت گفته است هر سحر بعد مردک نگاه کرد اوی خودت برای دعو گفت ها من دوام میده داشت ها من دوام سونو خانم نمیبیام ده گفته همین پروگرامیست چی خیلی آدم بهادر جان پروگرامیست برنامه ساز همین کامپیوتر همین آش تا یاش میدانستگی آدم سونی اپشی وای نمیخیزد فهمیدی همون چیزا ما اونجا خودت تخ میشد همین حتی پروگرامیست خانشان اختراع شد بچه شم دست دادو السلام علیکم و علیکم کوچه نگاشتی میگفت اومد 2 سال خدمت کردم دفتر همین ورتلیات بالونگی چرخش ایکو چرخ نزنه این چیزی من نمیتیدین میافتاد دوخ نه خیلی نبوده است یعنی ورتلیات هوامدا دیدم چرخ نزنه لوچی گرخ کروز وای نظرم برای خنک کردن همون خنک گفته دو یک تاش دکتر باش شکایت برافته است دکتر گفته است ها همین من سخت داد که دوست ها کجاتون داد موی سرم داد که دوست گفته یا تابو موی سرم داد میکنه نه گنده داد که دوست گفته است ها چی خورده بودید گفت
یخ خورده بودم گفتاست یخ خورده بودم رام نشاو نه دردت اینه آدم نه خوراکت اینه آدم گفتاست یکتاش دکتر با رفته دکتر گفتاست من یا با بینید گفت چاک داد گفت همه جام در کداد گفت کجا تون در کداد مثلا گفت من می لیله که من کجا برسانم همینجا من اینجام همه جام در کداد گفت لیله که تون برده گفتی دو گفت سهار کتی ابخوش سوسو медсестра пишет главный доктор навести и Собит Рахмонович ва гоштанан чубис ва свечи геморрой гот ин ручкой ки бамон дам ручкой دکتر با یک تا مهمان آمدگی سیاه پوست دکتر امی و برفت سو گفت است که میخوام ببینید من کسال که دکترم آها مایلش یا بار هم منو کنج به ابو شینید گفت است تو رفتم تو شیندگار خرش اکو خیزید اکو منی کنج بشینید گفت است و هم اکو حیران این چیزی که هم مایلش تگی اکو ابو منی اینجا آمده شینید گفت است تو آمده شیندگار گوش کنید دکترش ما من میبینید نه من کسال چوک دوستید گفت نه من پروسی یک تا استولی سیاه میخدی دیدوسیم گوجا میزیواد گوجا نه یک تا دخترک اکو بیبیش کتی وای با رفتیان دکتر با اوچاش کتی دکتر با رفتیانو یا با موی بینید گفت دکتر کشید لباس های گفتیان نه من نه بیبی ما بینید اوچا ما بینید گفت ها این آیا می گوید چکنی گفت Vaş başçı bu nevropatolog bu das değil. Nevropatolog berat. Kani başam gurbanda çanta çişme şey göt dutta bu das. Göşaş çanta göt dutta. Ha duruz. Poçkaş çanta göt çotta. Bu var bu das ha göt. İno cinni pidi nemik çok az göt. Gurbe helçom dikşon nemiyor. Doktor ama. آشنا و oyuncakti میگشتی و یا کنی و oyuncakti هر تام همه جا میگشتم ما میدیدیم کنی و یا برو گمشورا میگفت دکتر مانکار گفت کسا بوداست میگفت شوش دکتر بوداست Takta çok iyi Sivdani omdusu. Doktora mı butas ki? Ako man nemiyorum tu çıkıyor gülü nazmiye beğeniyor. Ama joy gülü pive giftem hafta. مخیم جان لکو هر دفعه میگم از آدم میبرد همین بیننده بینم بین اشتراکچیان گپ فقط یک تا شما عینک میکنید یک گفتار هسته نفرانی که عینک میکنن حرمت کنید برای اینکه شما دیدن با یا پول دادگی بودین یا برو جمع کن تو بیمارخانه کسلیای روحی اکون دوتا دیوانه رو حالش به گشتگی بوده سو اونجا یک تا هاوس بوده است یک تا دیوانش پرت شده است نکی من شنا کرده نمیتونید از همین بلوغ قوتی دوست کشنده این دیوانش پرت شده سو و یه خلاص کرده است اکون دکترها اومدگی و وایش به خلاص کردگی آدم گفته کی من مونده دوتا خبری نغز ما های گفتگی اکادمیش یک تا خبری نغز ما های یک تا گندم ما های اکادمیش سر کنیم گفتگی نغزش سر کنید چی گفت من شما و یه خلاص کردید اکون ما شما اینجا صد میتیم گفتگی ها گندش زیگود همون آدمی خلاص کردگی تو اونجا رفته خودش آویخته است گفت است این گفته که نه وای خودش آویخته نه وای من آویختم خوش شود گفته سر بچه میشه با بوینه ماشین داداش گرفته ششته بیامید دافت است ها گفت سکیم برونده های کلاس گویدو یک ساعت گم بچه نیست تلفنش داداش بعد رو دیگه لالا من یک تا گوسفند موشکی زدم چا کنم گفت داداش چیتی رابه گرفته منو تیز خانه بیاد چی گفت ولی سفیدش چا کنم بیمارخانه کسلی های روحی گفتید پرور که آمده است اکن تفتیشات آمده است دکتری همونجا که دی یک کمیتاج به دران اکن کسلا ایستاده که یک تاش یک قدم پیش به بلامده کفتشم تو نشان داده اهم بقوتش ما اینجا به گفته است دویم ایتاج به بلام با قطار کده ما یک تاش با یک قدم پیش به بلامده اهم بقوتش ما اینجا به گفته است سایه بیتاج با بلاد با یک تاش بلامده اهم بقوتش ما گفت دکتر وای تفتیش بچی با آمده نگاه کرده اینها همش بلای خود است ما اینجا به اما پشتی در ریانیماسیا شعبه احیای حیات الهی هیچ کس دشمنش هم نرفت و یک کس همت پایده پدرش آورده بود است دکتر برومدگی همین خیلی جدی دکتر برومده داداتون دیگه موقتی نیه گفت و یا دیگه بانی سبب گذراندیم گفت رحمت خدا بشکر مانده مارگ نیه همونجا نه شوخی میکنیم یگان نفر اله کارش بیمارخانه به نفرادو رنگی دروازی بیمارخانه چگونه است اله ها نداند چی گفتی تو امروز البته محکم جان هم طرفداری همین گپ ها و من گمان میکنم که امروز شاعری برنامه ما بی دستاویز اینجا به حضور ندارم این که از دستاویز که اومدگی مرحمت محکم جان شما چی آوردید امروز همین صحیفه حجوی دوستانه
Боракалло, боракалло. дар бораи мана Музаффарҷону Далерҷон навистем. Далерҷон имрӯз мутаассифона наомада будиян. Далерҷону Аловиддину Ҳилолдин иҳо ҳаршашон як ҷон. Маслиҳат кардага ғура чининда. Далер боли шоханда. Соҳибаш биёд ту ки гӯд ман шилм. Далерҷон аввало ғӯра панофтосиян Шамсифоқ гифта хӯдосиян. Намак бетар када. Ҳай дар бораи ҳардушон навистам. Мана як хонда метиҳам. Гӯш мекунед. Барабар. Як шеъри ҳаҷвӣ. Музаффару Далерҷон чун як себи ду кафон. Гап мезананд бо навбат ҳарду дар як микрофон. Яке мегӯяд ман зур, дигар мегӯяд ман зур. Ҳарду ҷои худ доранд дар территория юмор. Лекин гап ҷои дигар. Инҷо дунёи дигар. Инҷо навбанав дар кор латифаҳои дигар. Инҷо шиштаст муқимҷон. хеле ӯ латифадон. Баҳри ӯ барои ӯ додаанд алоҳида микрофон. Инҷо шиштаст баҳодур. омада аз роҳи дур. худаш карнайнавозу лекин дар латифа зур. инҷо Абдухалилҷон бошад хеле сухандон. ҷони гапро мегӯяд ҳамчун рекети рӯмон. инҷо шиштаст мубориз. гап намедиҳад ҳаргиз. гоҳе бошад ӯ ҷиддӣ намебардорад каприз. инҷо алову ҳилол накарда фикру хаёл. корҳои шудагиро гап мезананд бемалол. аммо маҳкаму олим доим менишинанд ҷим. инҳо бошанд безиён на конкурент на ходим. аммо инҷо Аъзамхон дилу ҷигари онон менамоянд дастгирӣ ҳам аз пайи шогирдон. лекин росташ рафиқон Музаффару Далерҷон соҳиб истеъдод ҳастанд. офарин ба ҳардушон. Боракалло, боракалло. ҳамин қадар шеъри хушро якта латифа омад. пеш латифа ман шеърба ҷӯр кардам дар кор. аммо маҳкаму олим ҳарду нишастаанд ҷим, чунки онҳо дӯстонам напӯшиданд имрӯз шим. ҳамун ба вайба ҷавсар мешинанде ҳа? якта бой як гала бачаҳои ҷиғизда гуфтааст ки мен инҷа ҳаус ин ҳаус пули крокодил тимсоҳ гуфтааст. ким гуфтааст манам ин тарафаш гуфтааст ҳам ту парофта ин тарафаш бурод ниму давлатама духтарама метиҳам гуфтааст. ҳама гуфта истан якташ ҳам ту парофтасу ҳамихе тез ямда када өсү буромдост даже крокодило ту чишмаша кушода чизе шудааст гуфтам беам успет накадаасти. буромдад истад е офарин гап нест тува қоил кади бачам. ман тува аввал ними давлатама нишон диҳам ё духтарама мегӯд аввал тела додагия нишон дид. азизони дилу дидам сарпарастони барномаи имрӯзаи мо молу маҳсулотҳои ширкати Азизӣ. азизон аз тамоми қаламрави вилояту ҷумҳурӣ аз нуқтаи фурӯш дастрас кунед бо лаззаттарин молу маҳсулотҳои гӯштӣ. ва боз сарпарасти дигари мо ин ширкати дарути резаҳои Экопен. агар шумо дар интихоби дарути резаҳо саргарам бошед пас ман гуфтанӣ ҳастам ки дарути резаҳои беҳтарин дар Экопен. Экопен ин интихоби дурусти шумо. Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. духтарам, ман аз деҳа омадам. манба ҳам гармии тобистон ба ва ҳам хунукии зимистон ба тобовараш дар кор. хонаи мо дар сари кӯча. гӯшам тин шавад. манба гапи хонаи кӯчава, гапи кӯчая хонава намедаровардагиш лозим. ман як коргари оддӣ. манба нағзи нархаш дастрасаш лозим. барои корхонаи нави ман стандартҳои ҷаҳонӣ ва ҷавобгӯй бошад. барои ман сифаташ баландаш лозим.
این خیل باشد به شما درو تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آنکه پروفیل های اکپن با گرمی و خنکی طبیعی ما تاباور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. یک کارخانه با کاتبی نو آمدگی یوناش بهت زنک دارم گوش کنید خوار السلام شما نظم درست می نظم تینجی و کاتبی اینجا پیشنهاد پتر پتر نکنید شما گفتم و کاتبه کی بود کی گفت من زنی رئیس بود درباره کاتبه رئیس ها گاز اساسیمو لیکن میشد حیات نه خیلی میشد بعضن وقت کاتبه رئیس دوست می‌دارد بعضن وقت رئیس کاتبه دوست می‌دارد خلاص این قانونی طبیعتی خلاص یه روز رئیس کاتبه بنی اوکر ما یک هفته اینه دامگیری میرم شما میبرم گفت همون بیگانی خودش کاتبه خونش بنده شوش با و رئیس من کماندیروفکا به جوگشن حجتای خودشون واکن نمیتونستم ما یک هفته اینه وای میریم گفت شوی کاتبه یارش با اویمش به تلفن کرده یک هفته خونه خالی بیا گفت است و معلمه بود است مکتب بنده توبه کنم خدا نبیری همون رئیس به یک هفته درس نمیشد من وای میرم چلی میرم گفت است تو حیات بیان که همش یادگیش با کوشتیه حیات طبیعت بلا میزنه این طبیعت بلا نیست امروز ما خواندن سازیم برای خاطر آنه که تنی همین تماشابینان عزیز ما دویم و صحتمند و سلامت باشند زیرا میگن که خنده زنگ دل انسان میشود مرحبا ناظم جان دوستی عزیزم امروز شما من باوری کامل دارم که دستی خالی نآمده اید ناصرکات چطور چه حال دارن ناس خدا سلامت باشم باوری دارم که در برنامه آینده خدا اگر خواهد ما ناصرکات هم میبینم که اسباب موسیقی امروز در اینجا یگان سرود بله با ساز که باشد یگان سرود رو ما از ناظم جان خواهش میکنیم کدام سرود ناظم جان دستم یک سرودی نو تازه ایجاد میخوانم تو رو میافتم باری دیگر کی دیگر میکافتم یاری دیگر کر تو رو میافتم باری دیگر کی دیگر میکافتم یاری دیگر گر پناهم بود دیوار و درد سر نمیسودم به دیواری دیگر گر پناهم بود دیوار و درد سر نمیسودم به دیواری دیگر میخریدی گر مرا حالا نبود در سرم سودایی بازاری دیگر میخریدی گر مرا حالا نبود در سرم سودایی بازاری دیگر گر نصیبم بود آغوش از عمر عشقی مرا بود آثاری دیگر گر نصیبم بود آغوش از عمر عشقی مرا بود آثاری دیگر چی گویم بغض کین بالا گرفت است کسی فی منبری مولا گرفت است کمند شعر سوست آمد صدف سوست کمند تیر دنیا را گرفت است کمند شعر سوست آمد صدف سوست کمند تیر دنیا را گرفت است
ناظمجان سلامی گرم و جوشانی مویا استاد به میرسانید خدا اگر خواهد. خوب دوام میدیم برنامه هم یک فوره‌ای دراز فوره گومگم میفهمید تو نه فوره ماشینی دراز از طرفی پنجکن از سمرقند در امسوسو همون سرحد با آمدگی شوفری همین طرف هم تو اکم میگذاشته شود هم تو نیوکلات آدم چه آمده است من یک خطای چه است السلام علیکم است وعلیکم تینجی میگه ما طبیبان چینی خیلی چکر نکن ما بیسکاس چکنم گفت ما یک گذرانی افتاد خودتون گذاشتم گفت هوجه تا مازش نیفتاد خیلی من میگذارم محمد سیم شد که گفت سری کسی 5000 میتیم افتاد یا بالاکر در آورد از پیچون لاست دنی و آوا همیشه 20 کس جوکر همین گذاشته آمده است تماشا کنم فرموده خب این چیزی این گفت روبیروید من گیتام افتاد از ازبکستان لغا زده روبیروید اخوانی روبیروید 20 میشم تاک زده یا با تیام زن هاجون دام حقانی رو بیروید مالش های گوید بتاست پنجه که من آمده فرود حالا یه آدمچه همه جوش کجده خلاقه اکچالا من پول گیراده رو بیروید بکار گفت کارتشکن هیچ که لامپوچکا میگفت زور بتاست کارتشکا گفتی دو مکتب درسی متماتیکی معلمه کنی ازم خیز پنج تا کارتشکی 4 کس به 6 تقسیم میکنیم گفت که معلمه نمیدونم بتاست شین دو بهاد کنی اکبر جان شما خیزید 5 تا کارتشکی 4 کس 6 تقسیم میکنیم گفت معلمه نمیدونم گفت شینید بهاتون دو کنی شما خیز مسلم جان 5 تا کارتشکی 6 تقسیم میکنید گفت معلمه کالای گران نکنید اونی پیره کنید تمام دیپتاست یک ناویگری میکنیم همین استاد ولی جان کو ما درس داده که فاکولته صنعت به ما بسیار وای اینا هم انکدوت میگم بعضا نه آخه یک تا همین روز نه نمیگم وایو یک تا دایره‌ای گفتی تازه من گفتم دادن زیر خیلی مادر جان گفتم ما همین گپیش ما بسیار ناز تماشا میکنم یک شکوه شامتی خاصی که تماشا میکنم یک بسیار سفرهای هنری بسیار میریم ده ما یک دوره دستا از همین آسیای میانه سفری هنری داشتن گاوانا با کوبا با بعد همونجا رفتگی دوره دستا پیش از برآمد کردن صحنه با مشق میکنن دوره که مشق بعد با میگن که پیشی پرده و راهبرو گام بزنن و هم مشق نکنن آواز دوره بلند بیتون سن دوره دستا مسئله میکنن میگن که بیتون گپ کردیم مشق میکنیم من آن طرفی سند شما میبرد میگن دو را این طرف سند بهتر یک کس میبرد دو را همه چالکس آواز دوره کدی هم میبرن بعد همه ما یک جای با مینوازیم گفته رپ سنگ یک آدم دو گذشته هرون میشد میگه همین قدر دنیا گشتم زبانای همین قدر آموختم دیگه این زبان نو اکنون شوندم دایرنده زبان خودش اینه که خیره همین کار شدگی گفتن بچه امکان خدمت آمد و یک روز نقل کرد میگفت خیلی از همون چسته ما بر آمدیم موتورسیکل اورال بعد سالت نو رفتگی بود اکا منم قطع شوم همراه تا منم مغازه راه مچی گرفتم داخل ما گفتیم ما دو کس پیش اجازه گرفتگی بعد خیلی نالای زاری کرد کلی از کش بر موتورسیکل بشینوندیم بالاش پشتیم گفتیم پست فرصت این چیزی گفت ما گوسپند میگویم گفتیم هم حالش هم پست پر رفتیم که این چیزی گفت گوسپند یه این فرمی سالت گفت هم تو شاید میگفت نگاه کنی پاس به بعد شدگی کار گفتن آزیر مقیم جان کار گفتش دیگه بودم امروز یک برنامه شد کاهی سوخدیان به برنامه اویلوی سعادتی چی نام دارد ما برآمد کردیم اکمل جان کردیم دو کس اکم برنامه حجوی برآمد کردیم همین خیلی مسئله برداشته برنامه که ما درباره محله و امینی محله شده برآمدگی من محله همه چیز جوشنده آدمایی همون نمونوی یک تا مست های آدمی همون وای با درآوردن نکو همون ابراز من بازی کردم دستمنده بطولکی عراقو دونشنده اصلش آب شده نشده کو من یک چیز اثبات کردم در کار که اوی رئیس مست شده میبرام آخری واقعه آخرش به مست شده گاوزده آخرش به رئیس 20 زنید اگر شما 20 زنید من عرق همین روز میپتام من گفتم رئیس نمیگفت یک علاج کرده راضی کنانه و هم تو برداشته دیده این آب بوده سو میگم رئیس من میگم که آخر من شما گفتم که پرافتم گفته نمیخورم یک تا من بودیم محله قفا و کشیداستگی من دیگه نمیخورم گفته خوش رو گاوزده برامده برفتن اندکا یا محلی کدامش قیزیقی کده همون جای آب عرق ریخته ماندگی بوده استی یا محلی گاوزیم رئیس 20 گرید رئیس من کو مست با این نشان رئیس 20 گرید شما همین 20 گرید ایکو رئیس من میپتام همین روز وای کمتر ناس کردن اجدا کو نه من یگان بار نمیخورم من برای من خورنده میپرافتگی باشی نپد نه رئیس التماس گفت لاوسته رئیس اگر همین روز
یک قلت خورم ابتگش بردم میپتم من این لفظ داستگی زبانم گفتم یا ماله یکی باشد میخورم گفته و تو داشتن آب گفته ای که داست و یا میداند که و عرق بود است آب تو برداشت آب تو برداشت نگاه کده این آب کو گفته نشده که و عرق نبودم داست و آب تو برداشت نگاه کده این آب کو گفته زمین اکو من ماندگی گپه گفته نمیتونم نمی خرم بکنم وای مسکو با یک آدم های دوستی عزیزی ما عبدالرحمن هیانو و یا آشپزشون های عبدالحکیم میشه مردی که زنده دیلده یک لطیفه انامی عبدالحکیم اینک تولد خانه بوده سو هر یک پلاتانه چرت نفت تولد کردگی زنکا خون میرن کو یا تا مردکچه درون دست خلط پشتگی این تکرار بیگانی روز در دیگر وقتی دیده این دکتر چی باید خیلی تینجی میگفته دینه 500 تولد کردگی کی گفتستی الی اینا دکتر الی اینا گفت من دکتر نه من سوارشیک دینا این کتالکه دست شکی کند من بار رفتم میخرم یا خواست من کجا پتاسید ویفته یک روز افندی خور رفته سو خورادگر خوبشند یک تا مردک آمده 100 سوم پول داد است خوبی نقص کنم افندی هم 100 سوم من جنیم دکار نیست اگر 200 کنم نه کیلوی میخواد و نه 100 سوم گیر گفت 200 کن گفته دست دراز که 200 کن گفت یا برو اخوب خیست است تو بینات که دست خولی دستان هیچی نیست سرشن خور رفت تو بینات و برفت است او برای چی گفت آگات همون 100 سوم شده میگیره تی سهر خیسته و زنش شوشه جنگ داد است این شب با گوزید خوبتون بگود توبه اکو خوبم هم گوزم ممکن نیمان بفته تو دوگانه واخوردینو دوگانه جان همین شب نبیره هم اومد رس و چسب تلاش بازی کردیم ما این خلاق استادم بالام بشی من اسپد گفتم تو وای نبیره چم دختر شما یک نیوچه شما آدم گفت همین به حیران که همون نبیره چی مگه کم فهمید و شوم نمیفهمد آدم بوده که من شوم نمیفهمد ولی وای گفتید و راهبر و کاتیبه گفتید رئیس و کاتیبه گفتید رئیس خانشنده زنش به امروز یک کاتبی نو میگفتگی من گفت نگاه کنید فیگورش خیلی خوشولی نباشدم نه فربی باشدم هیچی من شما قلقتان میدانم بینور باشدم هیچی گفت اشد خودت براندنگل کار بنا باشد شرکت تاکسی گوش میکند گفت یا تا گنبزی قاشه گفت شما رفته میبید میو همونجا میمانید میبود یا زنو شاور خور رفتینو اگه شاورش اگه هم خیشته میموند که خوب شاور اگه خور رفتسو یا برو آوازی مرجان چیک برو دیگه زنش هم اینجا این تینجی می دیگه باید خیلی جابا ها گودگر خوبتون آزم میدونیم دیگه گفتید دیگه مرجان کیم و مرجان چیکاش کیم و آواز سرشت میگوید گودگر خیلی خوبم به دیدم آندیام زنک خوبم همه چیز میشد گفت نه اگه تو سر نگوید من میبرم بچه گفته گودگر اگه پشتگرانده خورد ویم مردکم تاک چوکنم من نیازی برای دیگه چوت بچه خیلی و میشد گفتسو اوه پریدومال گفتسو یک تزده سو ها گودگر کدام اکمل که افتاس زنک به چیزی گفت اکمل که گفتی که اوزی کنی گودگر ویم ای ها داداش خوب همه چیز میشد است دیگه دیدی خوب همه چیز میشد از من خون میرم یه چون نگاره گم بیدار نکنم نه ولی کاری شدگی واقعیتی دیگه همین خیلی مونند همین به مردک خونه اویمش برفتگی یک شب نامدگی پگا سحر کتی اکو چخیل همه ما میترسیم که خونه برفتن نکو یا برو اوای پیلیس گذاشتن نکن آمساس مشروط کردی آینی همون شوفر هم تو نگاه کند که افتی مردک نمیشه اینجاش سرخی تراشیدگی دی این چیه میگم من گفتم وای کراس تو تگی درش برفتن وای کراس اکوچه تو گربچه قبل است هم تو درست زبانو که یکون زنش برند این واقع گاردناتون چه شد کی گودگر من این گربچه دی من این گربچه خیس کرد روشن میشد میگفت زنش هم این گانده شده که یعنی منم برید اینجا برید اینجا بیچاره حیوان وای به بالا موندگی دی همین کاتبه گفته دو دوگانه ها واخوردن ها دوگانه کار به ایستاد گفته شنیدیم ها یک سال شد گذشت کاتبش ایستادی خیلی نغزو کاریری راست همی های گفت است چخیل بعد من یک سال باز کار کردم روز اولی کار من کاتب بودم یک سال گذشت من زنی رئیس دیگه گفت است آشنا میدونید تامی مرده کی مکتب باباهای اعلی خونده تمام کردگی اتستای 5 گفتگی و اینستیتوت دیپلمی سرخ کی تمام کرده کار به درآمد هر ماه 1000 سوم اولیگ میگفتگی بچه‌اش به گفته نمیتونست است که بچه‌م درست نقص خون
وقتی بودی که وای بوین گاستروک باندی نمیتونستم یاد گرفتم اکنون این باندم افتاد یکتا زن و شوهر کوچه و جنجال کردن آدما پول گیدشانه گفتگی گوش کنید قبیدمی شمایه آزی قبیدمی وای دختره چو علا باش بود دوسته که دوستگی بودی چو علا باش موچ که دوستگی بودی گفت وای غلطیده برافت اخشاش برافت نفسی سونی دادم من گفت مایلش باور کردم این به مایلش چو دستش به انگوشترین زدوستگی بودی گفت وای انگوشترینش وقتی غلطی دوستگی نه دستش برانده برافت هم تو قبیدم تو قندوستگی مانده هم انداختم مندوستگی مانده قدیده کی تو گفت هم مایلش وای خراب که انگشتری اگه جواب داد گفت آزی گم باور نمیکنی همه گوش کلیسا نه همین قدرش به باور کداسی گفت زاخ پرو زاخ دانش به قبیده رفتوستگی بودم پرو آسمان نمیغلطت کو زاخ پرو گفت شد من امینو زندگی نمیکنم شما که دیگه گفت زندگی نکنی برافتنگی گفت اول یونگ وای براوت یونگ یا قازق زده قایل کردید نیکی قایل کردید رحمت نیکی وای زاخ حقانی بود وای اتا باشه balkon تو balkon رو نیا کند قاینوش арбуз сӯрдозяndi аб جا گفت قوریسانی گفت عربی عوض کی گرام میاد نه داروخانه بهت زنگم دست و کجانا و داروی و پچکش کبوتا کای کوخ رخ همون محمدی دارو دردی سر وای گفت ایه و دارو دردی سر نی خلا وای دارو دردی سر میگرد ایه و دارو دردی سر نی وای زنکو میگرد که حامله دار نشود همون تید من بچه‌ام به تیم درد سرم در نمیکنه دیگه گفت دوستان عزیز و ارجمند چون گفتیم که امروز ما مهمان داریم ناظم جانی عزیز به ما حاضر رشته گبرا میسپاریم مرحبا ناظم جان خیلی یک روز افندی سوال دادن که همین دنیا و آب ادا شود دنیا و آب نماند جای آب بده میخوری تو گن چای میخورم افتاست اما لطیفه گویی های ناصر کار سبک اصول آشنا کو یک لطیفه همینه بوا جنگ بزرگی وطن دوری جنگ بزرگی وطنینده نان نبودگی می بوا گفت بچه‌ام نان نبود ام مجبوری کلباسه روغنی زد که می‌خوردیم دوستان عزیز و ارجمند خودی حاضر رسیدیم به صحیفه گویم شعر از شاعر برنامه امروزه ما محکمی بحریدین چگونه شعر آوردید امروز کنیم همین در همین شبکه‌ها بسیار من از همین تماشابینان ایرادای بسیار میگیرند بعضی سخنهای هر خیل میگویند لیکن نمیدونند که بسیار با یک زحمت بلند این برنامه ما ثبت میکنیم برای همین آن کسانی که عیب میکوند برای همونها یک شعر نوشتیم در هوای سرودی انورم طولماسов حافظ شده بین حافظ شده بین خندانیده بین خب دوستان عزیز و ارجمند با اون نفرانی که در حقیقت هم محکم جان درست گفتن عیب میجویند و وقتی بیکاری شما کم کم شرح نوشته میستن برای شمایان عزیز در هوای سروده استاد انورم طولماسов حافظ شده بین این نفر نوشتن خندانیده بین اینک رفتیم اگر آماده باشیم سرود سخنی شوخ و لطیف دلکش و شیرین شویم زدلی مخلص و دوستان غمی دین آسان نگیر قدر بکن شاد نشین یک روز بجای ما تو گپ آمده بین یک روز بجای ما تو خندانیده بین خندانیده بین خندانیده بین یک روز بجای ما تو خندانیده بین مقیم شده بین اعظم شده بین عالم شده بین محکم شده بین آسان نیست بازم همه خواندن ما آسان نیست
یا شعر و لطیفه گویی ها آسان نیست یک روز به جای ما تو خندانی دبیر خندانی دبیر خندانی دبیر یک روز به جای ما تو خندانی دبیر غالب شده بیم خلیل شده بیم بهادر شده بیم مبارز شده بیم هرچند تماشا کنی و گنده کنی آکی زدلی تازه تو هم خنده کنی یک روز به جای ما تو گپ آمده بیم یک روز به جای ما تو خندانیده بیم خندانیده بیم خندانیده بیم یک روز به جای ما تو گپ آمده بیم بیلال شده بیم علا شده بیم مظفر شده بیم دلیر شده بیم خندانیده بیم خندانیده بیم یک روز به جای ما تو خندانیده بیم یک روز به جای ما تو خندانیده بیم تشکر زیاد دو نفر واخوردیان گفت است که این عبدالقیوم چه خیلی واهمه میکند تینجی میگه دست من 100,000 تا آدم کار میکند گفته گفت حقانی کار میکند گفت کدام کارخانه گفت نمیدونم سیت یاشقانه آروش گفته است یک روز یک تا بچه می قبلیسا می تیلوین فروم داست می تیلوین هم تو فردگار می تیلوین التماس من نخور من سیت جلانتی اسپالنین میکنم گفت من خیلی زو باور نمیکنم تو لامبارد بودز دعوت کاست چایخانه ملا برهان گفت اون طرف انگی لب باید گفت این ملا فیاض دیوانه شدی همه تینجی می چون کار کی گفت یک تا گلیم خرید یا خان شون با اكو کی رو بده پاتینگتون کشید بلاس کارشون گفت و دیوانگی نیه وای گلیمی ناو نبرویتون گفت میگه که نه گلیم دیوارنده ولی اپتیک گفتیو اگر از اکتاش اپتیک اومد اكو نو هایی میفتاد و جینی میشو اینجا اپتیک اینجا نون میفروشیم پگه با اومد اكو نو هایی میگفت oy yani non dediğince apteke çıkan doğru mu yapıyorsun bu? Diye ne bir on xilak mesele ki. Sahibiz bu omdas. Hem xilak kaval kızı çoruyoruz bir yoktas non grom bırakmışım çok mu yakın. Non o adam omdas panjıyoruz ham tu biyot. Akon non da akon non adım gud. Non hozi ham apteke onda kalboza ayım iftar. از گابزانی دو همسایه زنده اتفاقی است که چوبی خطابتون خیره مافده خان تینجی میگن مانی همین زنکا آمردک ده پخته میگن دروغ بود است ما آمردک ده سودا ها چوبی خیلی بسیار گفت دینه همون کاستمی مردک گرفته یک شویم گفته هم تو کیسش وای کنم اتا کانورت برومد کانورت تو کشم $600 روی کانورت بینم برای جانی چم نویستگی وای دفعه کیسشون یک $200 دوزدگی بودم و یم کوشکره موندم که اکو پگه میتیاندی من به جانی چم گفته شینم دوتا بالون بعد داشت آمدیم افچان مرام دستم هم پایین بیمارخانه و آدم‌ها شدگی بوده سو یک محله متسستر داوید برومده همین گروهی خونی دو دکار کی مانده های گفت یک کس خسته مننده های گفت است جوری اکو تیز وای بیمار بگذرونیم وای حوزی میمورد گفت نه اول پولش تیر گفت او اکو جوری وای آدم میمورد اول خونه گذرونیم گفت نه اول پولش تیر گفت ها چوبه شما پول پستاسید وقت گفت اینه ببینید اول شما خونی منه وای به میگذرونید ها وای من بوی میشاده انیک وای پولش نمیتیاد سونی گفتگی وای biz ziqnagi و سختی به کو اتاش آشناش من یکر همین سختی تا پتا آشنا گفت سمیتیفت است بیشی بازاری سامان بازار به یک از ماشین کتی سو آوینه گرکره اكو زنش بازار دارم دیگه میشه پایده کشنت اتفاق بینم گفتم دستی وای من باوریم نیست شما فالاتون بگید نه بله حق نیشم میگم دست تاناتی یک بار دستشم دیگه شما انده دوت بچه تونه گفت کپیدم من انده دوت تنی من سیت گفت نه شما دادای دوتاش یک روز اکو وقت میشه دو اکو خداخواد همه خیلی وقت ببیم کوچه های نامی حافظوی و نامی امین برآمد میکردیگه و نامهای کوچه های ماندن سرکدیان پیش اوست نامی محکمی بهاردین بمونیم
اوسته چون گوه شوفرای اونجا گایی ها بسیار میدارد اما اکو کوچه نام حافظای ماندنو اکتا بچه کوچی شیرمات دارکوش دستو ayakta بچه اکو اما محلانگی اوندا پوستگی همه جای میدونستگی گفتاس که اصلا میگم اکو کوچی شیرمات فوجان دگر تاگ او جان گوش کن اگه از امجی که روز میری اکتا کوچه میبروز زنکاش مول کوچی کینگ بود غالب جان یوسف گفتاس سو اونجا هم تو پاورود میکنی روز با میری اونجا یوروپی شمای اوروس شمای تاجیک شای اما خیلی اگه اونجا کوچی کینگ جانی بیگ مراد گفتاس سو هم تو میگادی با روز میری اونجا کم کک بیسارچه الافوش گزونوش های گدگر اونجا کوچی کینگ زارنگور زار گفتاس سونی هفته میگاد یک تانکوچی مایت چی وی خیلی نرمالی چی سال خاموشده میگذری اونجا کوچی کینگ بود کوچی شیرمات فتا سر رحمت گفته برافتی است گوش کنی تا کوچی گلبار غفورو کردی چون اونجا پروبکاش نیست دو نفر بعدی کار گابزنان کرسینو معاش امروز گرفتگی همین معاش بینم خواندن میبیاد گفت خواندن است آدم عمری دراز میبیند گفت اگه پیر میشم میگه پیر شوید نفقه گیرید و بشه ایچکی لیتام کانده میشم دوتا چیم دارو چیم هایکو آدمانده چیش چیمی میگاتونات چیم میدارو دوکاس سرینوانی کدینو ساکلی نیست از یکتاش بینه سانگ بینی اوکده سانگی کلمبه و سانگی خوشلوگیشه بینگه انده زور بساگود سانگ دوکا فون شده است دیه دیوما شامتینی اوکده چیم abla gav ne istiyor bu tarz. یکاس سگی علبایش بوده است که آدم‌ها هیان که سگ دوست می‌دارن پس یعنی در این ماشین می‌سوده است و خودش هم کلان سیدینی قفای همیشه گرفتگی می‌سوده است اینی هم دلشون پور تگی دنبال هم تو ماشین محکم می‌کنه می‌رفتن این سحر هم تو فرانکی چهار تا بالون نیست بولی قشتن نیست از ماشین با تا خط نویسدگی سگ جان نکنید وای وق کار بوده است Yakta bachcha amaktab ondan sonra g'isht guftid-ku, yakta bachcha amaktab ondan sonra dado hamma hamsinfon mana g'isht kalla gufta jan kadoz, izdivasa kadoz g'ot ziq nashav bachcham. دوتا بچه ناو دانشگاه ختم کرده سو اکادمیه اکون پژارکا پراکتیکا و رفتگی ویزیو شدگی اکون دوتا واهای گیران رفتگی با گلاونی پژارنیکا گفته کی شما بناگو درون ندارایتون گفتگی ما درون امو میپاتایم آدمای شما همنا کاپیتان گفتگی بناگو نکی سوختگیش به نرستان هیچی با غلطی دان گرفتگی مالا شدگی دو کاس همین پایین به نگاه که ایستاد یک تا نگره قراندگی نقبدگی دویم نگره قراندگی نقبدگی فرانده پوستگی چوه و یا نقبدی آخی دو تا آدم آپشتی هادی تو بیکار به مود گفت خودتون گفتی چیزی سوختگی نقب گفته تلفن شد از آب بانک خانی عبدالواحد فرانگیز خان میگفت ها میگیری تا پلاتون من پلاتون میتیم من پلاتون چیکار کنم ما میتیم پلاتون گفت پول با کارمون یه چهارم کارگر اوج فیسانسوسیم دیگه نامسوس چاک رسید وای دوستان عزیز و ارجمند تماشاگران گرامی قدر اینجا رسیدیم به فرجام برنامه امروز به همه نفرانی که وقتی قیمتی خود را دریغ نداشته ما رو تماشا کردن طریق تلویزیونی آزیا به همه شما خانوادگی خاطر جمعی و نعمتی بی‌بهاترین این سلامتی رو آرزو داریم بگذار در لبانتون دائما تبسم و خنده باشد عزیزان تا برنامه‌های دیگر در پناه خدا باشید خیر عزیزان آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو